چی خیلی برایم یارم مرا در پناه نگاه دار یاری دید دستم از روی وجدان حرف زنید. تو وجدان داری؟ اگر یگان گناه باشد هممون گناهگار هستیم. وجدان داشته است. آقای خریدین، شما شخص می باشد که نماز میخونید و عبادت میکنید. آیا شما مرا رحم کرده به این خانه نآوردید؟ تو باشی شرف، آیا تو پدر فرزندمون نیستی؟ استغفرالله گوی، استغفرالله. در همه کار مرا گناهگار نکنید. از تو اومدی زیاد بیزار شدم. یک چند روز پیش برای آمینه رو یافتنم مرا خوب استقبال کردید. حالا باشد همه تو به من حمله میکنید. در همه کار مرا عیبدار میکنید. برای من امکانیتی خوب شد. این مراتب هم به آسانی خلاص شدم. یک زن رو کشتن، در تنش باشد لباسی فریده بوده است. بسیار هم عالی جناب. در حال به کمال زنگ زده این مژده را رساندن لازم. هوشیار بوده است. گفت که شهرنامه را ویران کردی، پول را نداد. من باشم قاتل شدم. باز خودت رو آدمی با عقل میشماری. خاموش بس کن. از تو یگان کس گپ پرسیده است. به این هم بسیار غضبناکم. کامو بیا از اینجا رویم، التجا میکنم. یک روز نه یک روز این کار افشا میشود. همسایه ها مثل لاشخوران در بالای سرمان میباشند، سوال های زیاد میدهند. اگر فکر خودت رو نکنی، فکر مرا نکنی، پس فکر فرزندمان رو بکن. فرزند بیچاره هم چند روز شد که در خانه بیبیش میباشد. زودتر گریخته رویم، جان خودمان رو خلاص میکنیم. گریختن مشکل. با کدام پول میگریزیم؟ اگر پول را میگرفتیم میگریختیم. التجا میکنم اقلا یک مرتبه مرا گوش کن. دلم حس میکند که یگان ناخوشی رخ میدهد. در این وضعیت موقع خود رو عوض نمیکنم. در اینجا ایستاده نمیخوام. با دهود خودمون برمیگردم. التجا میکنم بیا رویم از اینجا. با کودک ها چی میگوییم؟ آخر مصلحت کرده بودیم که اول نتیجه دینکه رو منتظر میشویم. تا انیق معین نشود نباید یگان سخن کنیم. خاموش شوید می آیند. انا ببیند رسمی و چام رو کشیدم. زیبا شده است. همین خیلی نه؟ بسیار زیباست پسرم. خیلی زیبا. وای وای هنرهای جانی مرا بینید. آمینا جان تو هم رسم کشیده ای؟ نه من در وسیعتم چند سخن ایجاد کردم. خانم کوبی خواهان
اوچه جون برگردید. اوچه جون کجایید؟ انا بینه چند روز شد از روزی که شما رفتید موسیقی حولیمون سرودخونی رو بحث کرده است. برگوی درختانمون خزان شده است، گلها پژمرده شدن. اوچه جون اکنون بیایید، از جداییمان وقتی زیاد شد. تا شما رو نبینم خوابم نمیبرد، تا شما رو نبوسم خودم را خوب حس نمیکنم. شما رو بسیار یاد کردم اوچه جون. اکنون برگردید اوچه جون. امروز روزی مادران است. اکنون برگردید اوچه جون. چی شد؟ سخنهای نوشتن معقول نشد، بسیار بد بود. آفرین به دخترم، بسیار خوب بود. بیا کنی بیبیش را با آغوش گیرم. من بیرون میبرایم. رقم تلفنی کمال چند بود؟ در کجای نوشته بودم؟ شیرین از کیسه هم تلفن مرا بیار. انا گیر. بسیار دوست می‌دارم یک زمره هنرمندانی که اونها در فیلم‌ها نقش بازی می‌کنن و من بسیار پسند است و راستی در دل ازمون لبای جای کردم که من هم یک روز چی؟ مکتب میان را ختم کردم. چرا تلفن رو نمیابی؟ دعا کن که در ماشین باشد. مایلش حاضر میبینم. مایلش یافتی خاموش نیست گپ زن. الو نیست. چی؟ نیافتی؟ کو یک بار زنگ زنم، شاید یگان جا افتیده باشد و صدایش میوام. صدای چیست؟ صدای تلفن از کجا می آید؟ صدای تلفن می آید. یاری دهید، یاری دهید، یاری دهید که از اینجا، یاری دهید. یافتی؟ نیست. در ماشین نیست. نیست گفتم نمیفهمی. در کجا افتانده باشم؟ گوش کن، با فکرم در اونجا افتیده است. وقتی گرانیدم کاری کرده باید تلفنم رو گیرم، نباشد هر دویمون به دست میافتیم. مرا باید زودتر به اونجا ببری، در از ترس زیاد میمورم.
کاری من چی؟ افتانده باشه چیکار کنم؟ ای بی خودت من دیگر اصلا با اونجا نمیروم. از برای ثواب بیاریده من خودم تنها با اونجا چی خیل روم؟ از کجا راه رو میوبم؟ نه به خدا قسم نمیوبم. گوش کن، اگر این خیل شود تو هم ضرر میبینی. آخر گفته بودی که دیگر ما نمیخوریم، از یک دیگر پرسا نمیشویم، باز شد چرا عهدنامه رو شکستی؟ مادامی که عهدنامه رو شکستی از سر نو عهدنامه میکنیم. راضی؟ تو پول مرا پرداخت کن، من تو رو به اونجا میبرم. مایلش راضی هستم، پولت رو میدهم، مرا زودتر به اونجا ببر. تیاریت رو بین، بعد از نصف شب در نزدیکی های خانه‌ات میشوم. باز دیر نکنی، منتظری تو نمیشوم. مایلش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شام بسیار هم پریشان حال می نمایی. ارلم زور است برادر، کلینم گم شده است. هیچ کس نمیداند که مرده است یا زنده. روزی نیست که به سرم یکم بلا نآید. قامتمان را راست کردن نمیتوانیم. میدانم که سخنهای من خطاست، اما به سرم همیشه یک سوال می آید. چی بدی کردم که این همه مصیبت به سر من می آید؟ مصیبت هایی که به سر تو می آید نشانه بدی تو نیست. شاید این مصیبت ها تو را از گناهان پاک کند یا که اهل عائله تو را از گناه پاک سازد. فرض کردیم که یک کودک یتیم ماند. آیا این حالت دشوار نیست مگر؟ بله. شخصی که در دلش نور ایمان داشته باشد به کمک این یتیم آماده می شود. با سبب این یتیم الله به او در آخرت مکافات بی نهایت می دهد. کاش که کلینم یتیم می شد و به او کمک می کردم. می گویند که شاید زنده نباشد. بر زمین از پسی او تهمت های زیاده می کنند. آیا زوجه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مادرمان حضرت عایشه را تهمت نکرده بودند؟ کرده بودند. پس نتیجه اش چی شد؟ معلوم شد که تهمت بود. نه تنها تهمت، بلکه این حادثه حکمت داشت. شخصانی فتنه انداز و منافقان آشکار شدند. گوش کن برادر، هر بلایی که آید یگان خیر دارد. به جای چرا مصیبت آمد گفتن باید سبب مصیبت را جستجو کرد. بله، باید سبب مصیبت را یابد. اول وجدانی خودت را پرسان کن، بعد عائله‌ات را.
با من این خیلی نگاه نکنید. آخر من ناراحت میشوم. من هم انسان هستم. انسان بوده است. آخر انسان کمی با وجدان می شود. ننگ و ناموس باید داشته باشد. حالا تو برای من چه خیلی نگاه میکنی؟ آیا تو گمان میکنی که ما به عقل و دیوانه می باشیم؟ بوبی بی فراست. این دختر رو از اینجا دفع کرده نتوانستیم. خانم جانان، با گفتن من و تو این کار حل نمی شود. بهوده خودت رو مانده نکن. خیر میلش، تا دیدار، من میروم. میلش سلامت باشی. بالا سند. Good pressure from Higuain. In comes the pass. Messi in the clear. Chance for 1-1. الو باز چی شد گبزن؟ الو پینار تو کیستی؟ با پینار چه علاقه داری؟ الو جواب ده. تو کیستی؟ با پینار چه علاقه داری؟ یگان کار ندارم اپا. پولم را میخواهم. مادرش از من پول زیاد قرضدار است. پول را پرداخت نکند آرام نمیگذارم. تربیه مردی خوشی رو پرداخت. پینار پینار باز چی شد؟ آیا تو تلفن نداری؟ چرا به قرضدارهای مادرت از تلفن خونه زنگ میزنی؟ مرای خیلی بد نگاه نکن. به آخرین رقمی زنگ زده. چی؟ شخصی که به خونمون اومده بود همون بود. داد و فیقان دارد که قرضی مرا پرداخت کنم. مرا به حالم گذارید. نامه زیاد روان کرد. تلفنم پول نداشت، برای همین از تلفن خونه زنگ زدم. زنگ نزن. کارهای خودت را خودت حل کن. ما را شریک نکن. فهمیدی؟ میلش داد نزنید. دیگر نمیکنم. خوش آمدید آقای خیریدی. خوش باش. نگران شدیم. تلفنتون رو همراه خودتون نگرفتید. مردم در کجاست؟ در بالا به نزدیک کودک‌ها رفتن. سلامتیتون چخیل؟ احوالتون خوب است؟ خوب شدم خانم نباهت، خوب شدم. من همه اش را فهمیدم. چی؟ خطاگیمون را فهمیدم. چخیل خطا بوده است؟ ما همیشه به تمام حادثه های به سرمان می آمده اسیان می کنیم. آقای خیریدی، آخر ما چی بدی کرده ایم؟ آخر ما مالی کی رو به یغما بردیم، قصد جانی کی رو کردیم؟ آدم ها شب و روز گناه میکنند، به سر آنها مصیبت نمیاد، همیشه به سر ما. خانم مقصد من هم همین است. اگر ما این را درک کنیم بالاخره عاقبت این کار به خیر می شود. در آخر نه بلکه حاضر خیر شود. بی اندیشگی نکن، فکر کرده گپ زن، فهمو؟ مایلش فکر و اندیشه میکنم. خوش آمده دفعه جانان. گریه کرده؟ و شما چی شد؟ دخترم یک جسد یافتند مانند دخترم. چی؟ چخیل؟ نیشه سرم بسیار درد می کند. خوب ترش زیرتر گپ می زنیم. من دارو خورده خواب می روم. یک دقیقه، چرا تو خودت رو اینقدر آرای تورا داده ای؟ میدونید که پدرم ساعتی چند به خانه می آیند؟ دیر می آید. چرا پرسیدی؟ تو به کجای می روی؟ رفته ایستادم، مگر نمی بینید؟ چی؟ در نصف شب به کجا می روی؟
با دوگانه‌هایم وخوری دارم. آیا فراموش کردی که پدرت برای شب برآمدنت اجازت نمیدهد؟ اپای جانو نخو این خیل سخن کنید. باز فکر کردم که مرا پشتیبانی میکنید. نیشی، من این کارت را به عهده خودم نمیگیرم. اگر میدونستی که به سر دختری من چه حادثه آمده است هرگز نصف شب به بیرون نمیرفتی. یگان گپ نمیشود. خیر میلش من رفتم. نیشی، برگرد میگویم. گفتم که احتیاط میکنم. یگان چیز نمیشود. انسان ها همیشه همین خیل فکر میکنند. سینون بیا. لبای از پسش رفت. او را نظارت کن. با دقت باش. از او دور نشو. به کجایی که رفت در حال به آقای میتن خبر ده. بله خوب شده است. پسرم خواب نمیکنی؟ نه مادر خواب ندارم. کمی از اینترنت استفاده برم. مادر امیر نوتبوکش رو کجا مونده است؟ معنا در اینجاست. میلش فهمیدم مادر. خودم میگیرم زحمت نکشید. شب بخیر. میلش شب بخیر. چند روز شد که این نوارها رو گرفتم. وقتی نیفتم که اینها رو تماشا کنم. کنی کو ببینیم یکان دلیل برای محبس کردن غالب میافته باشم. شبی خوش شرف. پسرم برای چی خوب نمیروی؟ اینها که خوب میکنند یا خوبت نمیبرد پسرم. خود بیارم رفته خوب. نفس کشیده نمیتونم. در همینجا میمیرم. آقای غالب انا دلیل یافت شد. با این نوارها تو را چندین سال زندانی میکنم. آفرین به تو یشر. بسیار عالی.
در داخل است. بله در داخل است. بسیار دق شدم. خوب شد که به اینجا آمدم. باری اول اینجا آمدنم از خاطرم نمیرم. در اینجا با تو شناس شدم. از جایت خز رفته. پدر؟ راه گرد گفتم زودتر. پدر چیکار میکنید؟ آیا من کودک هستم در نزد رفیقانم مرا شرمنده میکنید؟ حالا که من تو را شرمنده نکردم با من بیا. راه گرد زودتر. بخیر است پدر؟ چرا بیدار شدید؟ من خواب نبودم. کتاب میخوندم. تشنه شدم. برای چی تو خواب نمیکنی؟ هیچ چیز خوب میکنم. اما کمی در اینترنت کار دارم. بایلر. ینگاد را دعا کن یاشار. پدر همیشه دعا میکنم. نگران نباشید. لیکن با دلم دعا میکنم. با دلم. از تحت دلت صمیمانه دعا کن. خوب شده است. بابا نمیرسه. با اتاق خودت نه. با اتاق عمومی برو. شما به پدرم خبر کشیدید. باورم نمی آید. من شما رو مثل اپا هم گمان کردم. با خانم جانان مناسبت خوب کن. او تو را همچون دختری خودش احترام کرده به من خبر داد. وقتی به سرت یکان حادثه آید پس میفهمی که کی فکری تو را میکند، کی ها غمخواری تو اند. لیکن آن وقت دیر میشود. آقای میتاد خود نشان ندهد. این خیلی نگوید. خانم اینجا را استانبول میگویند. بعضا مثل جنت میباشد و بعضا مثل چقوری جهنم. باید با دقت باشی. نه مثال عادی دختر شما همین خیلی نه؟ راست میگویید. اوف اینقدر بسیار واهمه نکنید. با دوگانه هایم کمی کیف و صفا میکردیم. آخر این چه جای بدی دارد؟ پدرم باشد از قفای من نظاره چی مانده است؟ دختری من نباید نصف شب در طرف خانه شهر کیف و صفا کند. نباید. این خیل باشد با اپا هم نیز کردار شوید. در کجایی که خواهد زندگی میکنند. با دوست داشتهاش فاتحه میشوند. کنی او را تحت نظارت گیرید. آقای میتاد دختری یگانه اتون مانده است. او را نرنجونید. خطاگی مرا تکرار نکنید. با او مهربان باشید. رو خواب کن. این مسئله را پگاه حل میکنیم.
Yitirdik sevdayı bir hiç uğruna. Nelerden vazgeçtim senin uğruna. Hayat mı acı, sen misin acıtan? Yenildim işte gururuma. Geçer mi sensiz? Diner mi söyle acı? Hak etmedim, yürekte kaldı sızım. Seninleyken bile yalnızım. Hak etmedim, yürekte kaldı sızım. Seninleyken bile yalnızım. Sen benimdin yar. Sen benimdin yar. Şimdi kim o kadın? این چی خیل ماشین رونی گاز رو زیر کن ما با سیر و گشت نبرامده ایم. اول پل را بینم. نباشد ماشین حرکت کرده نمیتواند خانم کنار. هوشیار شدن در کار. فهمیدم. گیر اینی حال اینقدر بس است. این چیست؟ به من صدقه میدی؟ برای تو شده و جنایت دست زدم. قدر مهنتم همین. باقی موندهش رو وقتی که تلفنم رو گیرم بعد میگیری. نیه؟ مرا کودک فکر میکنی. من دیگر هرگز فریفته این نای رنگ های تو نمیشم. پل را دی کارت رو حل میکنم. کارم رو حل نکن. تلفنم رو گیرم بس است. اصلا این پولی دادت بسیار کم است اما خیر مایلش. شرف اگر ما این دختر را از خانه پیش نکنیم تو را بسیار عذاب می‌دهد. گویا من برای ایستادن او خوشحال باشم. هرگاهی که او را بینم برای خطاگی خودم دیوانه میشم. آیا گمان میکنی که آسان است؟ یعنی؟ تمام مال و ملک و مقدسات من از دستم رفت. بالاخره سلاح رو گرفته او رو میکشم. الله خدایا توبه. شرف ایست، دیوانگی نکن. هر درد به خودش باز چاره و دوایی دارد. اینقدر راهی دراز بوده است. وقتی از خانه برآمدی کسی تو را دید؟ نه
چرا میپرسی؟ این ماشین از اول ما را تعقیب میکند. این ماشین امیر است، برادر شوهر فریده. چی ها میگویی؟ باز سرم را در بلا موندی. بلا سمد. پینار خیز. پینار کنی خیز گپ زدنم هم لازم. پینار پینار این زن در کجا باشد؟ در کجاست؟ شرف پینار نیست. پینار نیست؟ نیست آخر، در خانه نیست، در اتاقش نیست. این دختر باز یگان نیتی بد دارد. شرف آیا در این وقت کجا می رود؟ اگر دستگیر شویم حیاتمون میسوزد. زودتر ران. از این زودتر می شود. نباشد با یگان گردش درو. چرا اینقدر براحت میرونی؟ با گمانم که دستگیر میشویم. زودتر ران آخیر. به یکم طرف دیگر رون. زودتر باش. حالا هم تعقیب میکند. ماشین با سرعت بلند رفته زود است. آن را داره. بیا با کوشه برآمده او رو کوبیم. کجا را میکوبیم؟ خدا میداند که او در کجاست. در این وقت به کجا رفته باشد؟ چرا تو با اتاق او رفتی؟ چون که میخواستم او را برآورده از خانه پیش کنم. چی؟ با گمانم که خلاص شدیم. کی باشد؟ پلیس. چه خیلی پلیسه؟ هرگز من نکن. اگر نیستم دقت آنها را جلب میکنم. چی؟ ماشین رو با دیگر طرف گردان. میلش آروم شو. شام بخیر. شام بخیر. حجتهایتان رو دید؟ خوب. زنم حامله دار، کمی ناراحت است. شما با راه خطا رفته ایستاده است. این راه به جنگل میبرد. خیلی؟ سراسی مگه چیکار کردنم را نفهمیدم. در این گردش تا خورده با دیگر راه روید. با سرعت نروید. تشکر با شما. برای کار. شام بخیر.
چی شد؟ چرا همه شما اینجا ایستاده اید؟ پینار نیست، رفته است. چه خیل؟ зудтар ин корро ба анҷом расондан лозим. Ягон кас моро надида бояд баргардем. باورداری که اینجا افتانده بودی؟ باید در این جایها باشد. کن یک مرتبه زنگ زن. صدای تلفن؟ چه؟ من زنگ نزدم. جواب نمیدهد. من به شما گفته بودم انیق باز یک نقشه دیگر کشیده است. در این وقت شب آخر به کجا می رود؟ انیق از خانه زنگ میزنن. فهمیدم. زودتر به من یاری ده. باز سر کردی. سری من شدی. او زنده است، نمرده است، زنده است. خواهش میکنم مرا چه مرا بلو سنت خواهش میکنم هیچ کجا نرده مرا اینجا مراره. گفته بودی که مرده است. گفته بودی که از او خلاص شدیم. نابکار مرا اینجا مراره. اکنون چیکار میکنیم؟ مرا تنها نگذاره. زودتر او رو بکش. بکشم؟ تو مرا چه خیال کردی؟ من قاتل نیستم. گمان کردم مرده است اما زنده است. تا این دم عذاب وجدان کشیده ایستادم. من یگان کس را دیده دانسته نمیکشم. مرا براره. خواهش میکنم براره. او تو رو دید. اگر او رو نکشی خبرکشی میکند. هر دیامون هلاک میشوید. چی رو انتظاری؟ یاری دهید
خواهش میکنم یاریده چیکار میکنه خاک نجوشه سود چیکار کرده سوده خواهش میکنم این کارو نکنه یاریده این کارو نکنید خواهش میکنم مرا پرداخته نمیده من کجا رفته نمیکنم خواهی خودت کن گیر خودت کش من کجا رفتید خواهش میکنم بابا کمک کنه در اینجا نگذاره از برای خدا بابا کمک کنه مامان ده کمک کنید خواهش میکنم کمک کنه کمک کنه با کجا رفته چی شد؟ آسان نیست خیلی وقتی امر میکردی خوب بودی 100,000 دلار ده میکنم اینقدر پول رو از کجا میابم نباشد من این دختر رو میبرارم تو چی کار میکنی؟ دیوانه شده ای ایستا تو رو از اونجا میبرارم اما گفته های مرا یک به یک اجرا میکنی فهمو؟ مایدش هر چیزی که خواهید من اجرا میکنم فقط مرا از اینجا برارید خدایا صد شکر قریب میمردم هوا تمام شده بود چرا مرا گرانده خاموش آخر برآوردمت کو زودتر باش 1 ساعت منتظر نمیشوم اگر زنده مانده خواهی هوشیار باش